سلام بچه‌ها، چطورین؟ به چنل هارتو کینگ ماینکرافت خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که داستان شینسونیک رو بگم براتون. شینسونیک کیه؟ و سونیک توی کارتون‌های بچگانه خودمون رو یادتونه؟ همون سونیکی که میرفت با دکتر اگمن و اینا بازی میکرد، بعد بعضی وقتا با دوستاش میرفت. این یه فرقی با شینسونیک داره. شینسونیک یه خلقت عجیب و غریبیه که کسی درست کرده، یا واقعی است یا دروغه. شینسونیک یه پدیده عجیبه که توی این ویدیو قراره 4 قسمتش رو ببینیم. 4 قسمتش رو ببینیم. 2 تاش مونده. اون 2 تا رو یا هر چند تاش که مونده برای پارت دومش میذارم. خب بزن بریم سراغ ویدیو. Let's go. دوستان عزیز، بریم سراغ ویدیوی اولی که قراره از شینسونیک ببینیم. بعد من اینو وایسا. ویدیو شینسونیک رو توی چنل ایوانیماس توی زیر یکی از ویدیوها براتون میذارم. خب بزن بریم سراغ زیر کامنت ها، زیر بعد دیرکشن براتون میذارم. خب بریم سراغ اولینش هاوس فولت د شینسونیک. خب من ایناشو یکم ببرم عقب. شما حتما اگه ترسیدین توی کامنت ها برام بنویسید چقدر ترسناک بود. خب بریم سراغ. من اینو بزنم و بریم. دوستان ترجمهش رو براتون میکنم. میگه واسیم ببخشید دوستان عزیز، واسا من این ترجمهش رو براتون بکنم. میگه سیستم هشدار اضطراری یک پدیده ناشناخته به مردم منطقه آسیب رسانده است. در روزهای گذشته چندین مورد قطع عضو و منظورش یا جنازه اینا گزارش شده. بعد میگه مقاومات یا همون شهرداری و اینا حاضر در بررسی هستند. هوشیار باشید، درها و پنجره‌های خود را قفل کنید و خود را مسلح کنید. به خاطر این شینسونیک اینو گفته ترجمهش. خب بریم ادامه ویدیو. این خبرگزاری شهری که بوده گفته دوستان عزیز، برای مواجهه در رو با این تهدید آماده مواجهه با این تهدید مراقب باشید. با این تهدید جدید با شینسونیک. چی شد؟ خب ببینیم چی میشه.
من اینجاشو یکم میترسم دوستان، خدا وکیلی. اون خودم اینجاشو یکم ترسیدم. یا ابوالفضل شینسونیک اومد. شینسونیک اومد. یا خدا، اومد توی خونه. چیکار میکنه؟ در رو باز کرد. یا ابوالفضل این چی؟ خدای من گفتم یه پا اینجاست. دوربین بره به عقب. یا ابوالفضل، هر کی ویدیو رو میبینه بگه ریدن به خودشون. بدنش کشید بیرون. آجی پشمام ریخت. این چی بود دیگه؟ خدایی خیلی ترسناک بود. هیچ وقت اینو توی خونه تنها نبینیم. من خودم الان تنهام. باش خدایی خیلی ترسناک بود. بریم قسمت دومش. نوشته شده سونیک د هج‌هاگ. لانچ باکس. این داستان قدیمی شینسونیک فکر کنم دوستان. این ویدیوشو یکی از دوستان برام فرستاد بود. یه پرنده مرده. دوتا رو میبینه. یکیش پرنده عصبانی میبینه. اوه چی شد؟ یا ابوالفضل البته در اومد. خوکه رو برداشت بخوره. خورده. چی؟ دکتر مرد تخمی. وایسا ببینم چی گفته. وایسا با ترجمهش کنم. این که بزرگم نمیشه. گفته وایسیم دوستان عزیز ببینم چی گفته. دوست عزیزمون شینسونیک. بابا دهنتو زدی. گفته آیا تو کسی هستی که غذاهای من را به تکه فلزهای غیر قابل خوردن تبدیل میکنی؟ بعدیش بابا از دست این چت جی پی تی هم نمیتونه چیزو عواقب وجودی خواهد داشت. منظورش اینه که یه حسابی برات عواقبشو میدونی. منظورش اینه که دوستان چی شد؟ گوه خوردن. دوستان دیدین چهره مرد دکتر اگمن بود. اون چی بود؟ خدای ریدم به خودم. خب
خب دوستان عزیز، شرمنده‌ام یه سری اتفاقام پیش اومد. بریم قسمت سومش. نه، 2 دیدم. 2 آره، دوم دیدم. اگه ندیدم توی کامنت ها برام بنویسید. پشترت خوردش دهنتو. بسه ببینم دوستان، ببینم چی میگه این احمقه. دوستان ببخشید تا جایش یکم کات شد، میخواستم بدونم ببینم چی میگه. بریم ادامهش. خب چی گفته اینجا واسه ببینم. گفت بابا زودش دهنتو سرویس. خب ترجمه اینو باید بکنم انگلیسی اون فارسی. در طول 3 هفته گذشته تعداد فزاینده از گزارش مفقود وجود داره. در طول 3 هفته گذشته تعداد فرآیند هایی که این شینسونیک انجام داده چند نفر طبق معمول ناپدید شدن. نمیدونم اینو گفته. خب اینو گفته. این ترجمهش رو میخوام. خواهر من برگشتی؟ آره. بیا بشین. چی ویدیو میگیری؟ آره چرا؟ خوبه. آره. بد نیست، ترسناک. اگه دوست نداری برو اتاق خودت تماشا کن. خب باشه میام. خب دوستان بریم ادامهش. اینجاش خب گفته چند موردی از گزارش شامل افرادی که مستقیما از خانه‌شان بیرون برده شده اند. میگه چند نفر مثلا توی چند موردی از گزارش‌ها اومده از افرادی که مستقیما از خونهشون بیرون به زور اومدن بیرون. نمیدونیم چرا. خب یه دقیقه ببخشید دوستان. ببخشید. چیه ببیسه بدانش قوامك الاخوات كنت من كركي ما كرناك الوام اللي كنت تباني جم تعمل استرماق. من نسبت حاضر دوستان ببخشید این که خب دوستان عزیز ببخشید این یه چیزی شده بود. گفته بود که این 649 اینجا یعنی اون شرکتی که گفته این کارا رو کرده که این مفقود شده رو پیدا کنه، اما نتونسته. دولتی ها هیچ کدومشون نمیتونن این کارا رو بکنن. هیچ کدومشون. خب دوستان عزیز دلم تا کجاش بود؟ اینجا رو گفتم. میگه اعضای بدن رو واسه ببینم not a ceiling. من یکم زبانم خوب نیست شرمنده. جسد حتی یک نفرم پیدا نشده. میگه جسدهای هیچ کس رو پیدا نکردن دوستان. و
گروه‌های جستجو به مناطق بکر هیلتای فرستاده شدند. هیلتای نمیدونم کدوم، اما بسیاری از آنها نیز ناپدید شدند. منظور اینه که به گروه جستجوشون رفتن پیداشون کنن اما نبوده. اما بعد از چند دقیقه دیگه بعضی هاشون ناپدید شده بودند. نمیدونم اینو گفته. خب مردم محلی به هیجان آمدن و دولتیا هیچ کار میگه مردم محلی اعتراض کردن و دولتیا هیچ کاری نکردن. دولتیا خودتون میدونین دولتیا دیگه دولتیا هیچ گوهی نمیتونن بکنن. خب خیلی خوب. یا ابوالفضل یا بسم الله الرحمن. تلز بود؟ چرا قیافش اینطوری شد؟ تصویری که قرار است شاهد آن باشید از دوربینی که روی یکی از اعضای گروه جستجو بوده و بازی شده است. میگه این ویدیویی که قراره که ببینیم تصویری از یکی از اون جستجوگرانی بوده که ناپدید شده. خب محلی‌ها اختفای آن را در حال حاضر نامشخص است. دوربین در کنار رد خون منتهی به جنگل پیدا شده. میگه اون محلی‌ها اعتقاد به این چیزا ندارن و نمیدونم جسد و خونش هم توی جنگل پیدا شده. نمیدونم همین چیزی گفته. خب میگه همچین مواردی از پرواز موجودی در آسمان در ساعت پایانی شب مشاهده شده. میگه همچین مواردی درباره موجوداتی از پرواز موجودات در آسمان در ساعت پایانی مشاهده شده. خب دوستان عزیز ببخشید در پدر و مادر من اومدم خونه. خب ببینید گفته تصاویر این موجود به صورت آنلاین منتشر شده است، اما دولت‌های محلی از پذیرش موجود آنها خودداری می‌کنند. میگن این تصاویر توی فضای مجازی پخش شده، اما دولت‌ها میگن این عکس فتوشاپ فیک، نمیدونم همچین چیزی فکر کنم گفته. بعد گفته بدون هیچ توضیح منطقی برای نابود شدن آنها بسیاری از مردم معتقدند که این نهاد آدمربایی است. میگه بدون هیچ توضیحی دولتی‌ها که اینا ناپدید شدن، بعضی از مردم معتقدند که این اتفاقایی که افتاده آدمربایی یا آدم دزدی بوده. نمیدونم همچین چیزی دیگه. چی شد؟ تموم؟ آها. این فکر کنم شکل اولیه شینسونیکه.
این دومیشه، تغییر شکل دومشه. خب شکل دومه. تغییر سومه خیلی بزرگ خدایی، ناموسن این هر کی ببینه میگه صداش، این میگه گودزیلاست. اون دسته چی بود؟ این یعنی از این کوچیکی به این قد گودزیلا تبدیل شد. من ریدم توی قیافه هر کی این شینسونیک رو درست کرده. بریم قسمت 4 ببینیم میاد آخرش. بعدی ها رو توی چیز دیگه میبینیم. خب خیلی خوب، بزن بریم. خیلی خوب. Peace Collective is a lifestyle brand. خیلی خوب دوستان عزیز، بریم برای قسمت 4 شینسونیک. خیلی خوب بزن بریم. خیلی خوب دوستان عزیز، بریم برای پارت 4. Look good while giving back. So for every garment you purchase, we help support different causes and charities in the community. We have our big 2030 goal that we set in 2020 to raise $1 million. So we're on track. We're halfway there. بزن بریم. استوب کنم. میگه در 14 نوامبر 2006 یک افسر پلیس برای گشتزنی در منطقه نزدیک لبه جنگل هیل تا فراخوانده شد. یعنی میگه در اون تاریخ یک افسر پلیس رفته به اون منطقه که نزدیک اون جنگل بوده، هیل تا فراخوان شد، یعنی کشته شد یا نمیدونم همچین چیزی. مردم محلی گزارش دادند در ساعت پایانی شب صدای گریه بلندی شنیدند. میگن مردم محلی معتقدند گزارش دادن یا معتقدند که توی اون جنگل ساعتهای پایانی شب، یعنی نزدیک 11:59 صدای آخرای شب صدای گریه های بلندی شنیدند. نمیدونم همچین چیزی. خیلی خوب این فیلم بازیابی شده از دوربین بدنه افسر بوده. این میگه این یک ویدیویی از بازسازی بدنه اون افسری بوده که دوربین توی لباسش بوده. خب خیلی خوب. چی شد؟ Hello, can you hear me? Are you guys there? صدای اومد. یا ابوالفضل اینو ندیده بود؟ یا خدا قطعا کشته شد. خب فرار کن که قرار فرار جای احمق قائم شد. خیلی خوب
مجسمه این چیه؟ گاوه؟ لا ابوالفضل یا خدا بودو تا نخوردنه بودو کشته شد کشته شد دوستان کشته شد فاتحه بخونین که کشته شد. ولی خب گفته جسد افسر صبح روز پیدا شده. گفته این افسری که مرده جسد صبح زود پیدا شده و روی مجسمه‌ای که در فیلم دیدیم قرار گرفته. اون مجسمه‌ای که رفته بود که اینطوری کرده بود سونیک هم بالای سرش بود دیده شده جسدش و وقتی فرار کرده اون یعنی شینسونیک خوردهش و جسدش انداخته روی مجسمه. خب اعضای داخلی بدنش خارج شده و با اینکه جسد کمتر از 24 ساعت پس از تاریخ ذکر شده در فیلم پیدا شده به شدت تجزیه شده. یعنی میگه این اعضای داخل بدنش هر چی بوده کلیه استخوان هر چی بوده این شینسونیک که اسکل هر چی توی بدنش این یارو بوده اومده بیرون جسدشو تجزیه کرد. بدبخت شدیم. شینسونیک واقعی بود. پس ویدیو رو لایک کنید. شینسونیک واقعیه. این جسدش رو سانسور کرده. واسه ببینم چت جی پی تی برای این تصویر چی میگه. واسه من این تصویر رو واسه ببینم دوستان یه دقیقه ببخشید من این تصویر رو عکس بگیرم بفرستم برای چت جی پی تی. اینجا دهن تو سرویس باش. خیلی خوب این عکسشم گرفتم. خیلی خوب دوستان عزیز خیلی خوب بریم ببینیم چت جی پی تی در مورد این تصویر چی میگه. این ببینم تصویر رو کجا پیدا میکنم. دهن تو سرویس تصویر کجا ببینم تصویر کجاست. این نیست. تصویر رو میخوام اما پیکچر کو. دهنی تو سرویس پیکچرم توی نیست. مگه فوتو نیست. دهنی تو نیست. اینجا هم نیست. خب این دهنش و سرویس که یه چیزی خوبم نگذاشته. خدا واسه ببینم چی کارش کنم دوستان. تا میره فیلمم چند 8 دقیقه مونده میتونم یه کاری کنم. واسه ببینم برم سراغ گوشیم چت جی پی تی بهم بگی این عکس تخمی یه مال شه. واسه چرا از خودم میگیرم این عکس مجسمه کدومه. خیلی خوب من الان اینو بفرستم برای شریک این الان برمیگرد. خب دوستان عزیز تصویر رو گرفتم. من الان باید برم توی گوگل بپرسم این تصویر تخمی که نه ببخشید دوستان عزیز این تصویر مجسمه یه چیه. میخوام ظرفیت این تصویر رو ببینم چیه.
برینم توش. اوکی. خیلی خوب دوستان عزیز، سلام علیکم عزیز. ببینم کدومشه شریطش، یا اینم نیست. فکر کنم این شریط دالو داست. نه خدایا این نیست. بس از الان باید بپرسم این، نه واسه اشتباه نوشتم. این تصویر کدام مجسمه است؟ خیلی خوب دوستان، بعد از چند دقیقه سرچ اسکول گفته این بلکه به برای بمبی یا حسابی بمبا داریم بمبیا مامان بمبی نه به بیه اینطوری میخونی یا بی واسه این دوستان یه دقیقه دوستان نمیدونم بمبی یا بمبا، هرچی یک کوفت و ذهن ما بوده. بمبی یا نمیدونم، میگم بپرسم این بمبی چه ربطی به شین سونیک دارد؟ بمبی با شین سونیک به نام شین آنواگ نمیدونم یه چیزی چرت و پرت نوشته. خب من سوادم نیست. خب نمیدونم مجسمه چی بود. بمبی نه این که بمبیه نمیدونم. اوکی الان باید این ترجمه اشکولش رو به کار بندازم. سلام اولاغ عزیز. بس ببینم بابا دهنتو سرویس. مقامات که در آن دیدن احضار داشته که جسد به نظر میرسد که در حال تبدیل شدن به یه چیزی است، یعنی کسایی که رفتن جسد رو پیدا کردن میگن دیدن که جسد داره بر روی مجسمه تبدیل به یک موجود غیر طبیعی یا یک انسان یا یه چیز خیلی وحشتناک، نه انسانه نه موجود زنده یا نه حیوانی، یه چیزی همینجوری نمیدونم کوفت و زهرماری. خب وقتی مقامات بعداً در همان روز به محل مجسمه بازگشتند اثری از آن نبود. یعنی وقتی کسایی که رفته بودن قبلا به اونجا رفته بودن بعد از چند روزی که به مجسمه بودن محل مجسمه بازگشتن اثری از مجسمه و جسد نمانده بود. یعنی جسد و مجسمه ناپدید شده بود. مگه میشه؟ مگه داریم؟ نمیدونم، من نمیدونم دلیلشو
هر کی میدونه توی کامنت ها برام بنویسه. بس ببینم چی میگه. خیلی خوب. به معموم مردم توصیه شده که منطقه‌ای را که میزان ناپدید شدن در آنها زیاد است تخلیه کنند، اما فیلم منتشر نمیاد. وحشت بیشتر انجام گفته به مردم اون منطقه‌ای که اونجا زندگی گفتن این محله رو ترک کنید، چون این محله یه چیز خطرناک است و این فیلم رو توی هیچ جای اینترنت و نمیدونم اکسپلور و اینا پخش نکردند. منظور این همین چیز است. چی شد؟ خیلی خوب. دوستان عزیز، ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. لایک